سلام دوستان، زهرا هستم. توی این اینستا چند وقت پیش خیلی وایرال شده بود که با نخ و لاک دستبند خونی درست می‌کردن. حالا ما امروز اومدیم که دستبند خونی درست کنیم. خب مواد لازممون 2 تا لیوان، یه دونه چسب، یه دونه لاک، یه دونه نخ، یه دونه قیچی و یه دونه پلاستیک که به چخ ندیم. خب ما اول این پلاستیکمون رو از وسط دو نصف می‌کنیم. خب از این طرفش هم دو نصف می‌کنیم. اینو درست پهنش میکنیم که مبادا لاک بریزه و مامانمون ما رو دعوا کنه. خب این دوتا لیوانا رو میذاریم همینجا و یه دیکه نخ هم برمی‌داریم به اندازه گردنبندی دستبندی چیزی می‌خوایم. حالا من می‌خوام دستبند درست کنم، بخاطر همین کم میگیرم. حالا چسبمون رو می‌ذاریم، یه سری نخ رو می‌ذاریم روی لیوان و چسب روش می‌زنیم و یه سری دیگه چسب می‌گیریم، سری اون یکی نخ هم می‌زنیم به لیوان. خب حالا تا اینجای کارمون خوب پیش رفتیم. حالا سری لاک رو باز می‌کنیم که به چخ بریم. حالا خب آغشته می‌کنیم به لاک و می‌زنیم به نخمون که مثلا خونی بشه. خب همین کار ادامه میدیم تا ببینیم چه سرنوشتی در انتظار ما است. من لاک قرمز نداشتم، به خاطر همین از رنگ صورتی استفاده کردم و حتما نباید قرمز باشه. سلام دوستان، اینم از نتیجه نهایی دستبند خونیمون درست شد. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. خدافظ.